چون وقتا درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمون چنین است. Where there is love, there is life by مهاتما گاندی. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: هر جایی که محبت باشد آنجا حیات است. سخن مهاتما گاندی. New words کلمه های نو: love محبت، life حیات، fridge refrigerator هر دویش یک معنا دارند: یخدان، juice نوشابه شربت، cheese پنیر، egg تخم، bread نان، butter مسکه، onion پیاز، flower آرد، flower گل هر دویش یک خیل تلفظ می شود. strawberry توت زمینی و یا کلوبنیکا، potato کارتوشکا، zoo باغ حیوانات، airport فرودگاه، pharmacy داروخانه، hospital بیمارخانه، lake کول، museum آثارخانه، bookstore کتاب فروشی، تئاتر. دو شکل نوشت دارند، هر دویش درست است. swimming pool حوض شناوری. در اینجا درس نوبتی ما به پایان رسید. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.